سلام بچه ها خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل سوسی و یه بازی دیگه. بازی ما 3 مرحله داره. تعدادی اوراق در اختیار هر کس به این صورت قرار میگیره بدون اینکه پارتنر من ببینه. من با استفاده از خودکار یک سری لغات رو مینویسم. البته قبلش میتونید با هم تفاهم بکنید که مثلا دایره لغتایی که مینویسید شامل چیا باشه، اشیا باشه، صفت باشه، نباشه یا هر چیزی. بدون اینکه بدونیم کی چی نوشته اینو تام میکنیم و میندازیم داخل ظرف. میونه حرفت به نظرم بازی کنیم. خب آره، فقط سریع مراحل رو بگم که آشنا باشن. نه. پارت دوم به نظرم بازی کنیم جذاب‌تر میشه. مجازات نداریم این سری، جایزه داریم. به مسابقه‌مون که تموم شد. بله. میریم بیرون. برنده به انتخاب خودش یه غذا سفارش میده و به بازنده پرداخت میکنه، میشینه تماشا میکنه برنده اون غذا رو بخوره. تا باشه از این مجازات ها و تشکیل. سختش نکنی یا نه ستاره شناسی ننویسی یا نه. خب بچه‌ها ما 10 تا کلمه‌مون رو نوشتیم داخل این کاسه. هم میخوره هم بزن. قبول دارم. سنگ کاغذ قیچی؟ دوباره یه دونه ای. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. اصلا این قیچی جوابه. دستش هم تکون نمیده. اتفاقا باید استمرار داشته باشی. خب ما تایمرمون رو میذاریم روی 30 ثانیه. تو دهنت یه چیزیه که سفیده. دندون. خب این وقتی خراب بشه چه چیزی باعث؟ دندون درد. نه. ریشه عصب. چی داره دندون که خراب میشه؟ عصب. چی گذاشته؟ کرم. خب کرم دندون. آفرین. یه اصطلاح هست که میگن طرف دنبال یه چیزی داره میگرده. بابا برو تو هم که یه دونه حد زدی. یه دقیقه باشه بهتره. یه دقیقه باشه. من که گفتم 30 خیلی کم. خب یه دقیقه باشه بهتره. خب طرف دنبال چی میگرده؟ آبروش. نه میگن بابا تو هم که دنبال فلان چیزی. زیر بغل ما. آفرین. یه میوه که هیکل طرف همون شکلیه. یه میوه گلابی کرمو. خود نوشتی. اسم دیگه معلم چیه؟ آموزه. خب نه دیگه نمیشه این دیگه. یکی که ماهیت نداره بهش چی میگن؟ بی‌هویت. دیگه اون چیز درونی نه اصالت چیزی رو نداره. نه مثلا آیندت چیه؟ درخشانه. نه به آیندت چی میگن؟ به آیندم چی در انتظارته؟ چی دست تقدیره؟ سرنوشت. آفرین. سرنوشت. نه حالا یکی که بیچیه شبیه سرنوشته. بی سرشت. آفرین. بابا این چه کلمه‌ایه؟ بگو. الان مثلا من حال نمی‌کنم باهات، یه جوری بدتو میخوام. بدخوامی. آره. اون تخمی که صبحونه میخورن کوچیک‌تر از تخم. تخم بلدرچین؟ نه خودش. بلدرچین؟ این چیزی که میریزه چیه؟ تموم شد. بذار توش. مسابقه داره هیجانی میشه. خب همون قبلی است. اسم دیگه معلم چیه؟ آموزگار نیست، معلم نیست. استاد. یه ورزشکاری هم فامیلیش اینه. علیرضا. بیرامه. بابا علیرضا آموزگار نیست، معلم نیست. آموزگار معلم. استرس گرفتم نمیتونم. بروزن کبیر. شجاع. بروزن کبیر. علیرضا بزرگ. عزیزم دارم میگم معلم مترادفش چی میشه که آموزگارم نیست، بروزن کبیرم هست. دبیر. خب اولین پایه چیز چی میشه؟ ابتدایی چیه؟ اول دبستان. خب معلم اول دبستان. دبیر اول دبستان. اولش هست کن. دبیر اول دبیر. اولش هست کن. دبیر دبستان. خب ببین الان تمام تایم من رفت انقدر بد توضیح. یه دونه میوه است که روی درخت ریز ترشه خوشمزه است. توت وحشی. بابا انقدر بد توضیح میدی. بابا دارم بروز دبیر. من باعث شدم چند تا بدونم. عزیزم دیگه معلم نیست، آموزگار نیست، بروز کبیره. چی میتونه باشه؟ دبیر. اشاره میکردی به خب من گفتم یه بازی علیرضا گفتی دبیر دیگه. علیرضا دبیر
مال کشتیه. خب گفتم که ورزش من اصلا کشتی علاقه ای ندارم. خب بالاخره اسمت به گوشت خورد. امتحانا رو میافتی. رفوزه. این که شبیه کروکودیل رو دیوار راه میره. مارمولک. خب بخشی خود نوشتی به خود. یادم رفت. خب اینی که گربه دنبالش میکنه چیه؟ موش. حالا اگر یه چیزی نرمال نباشه، نقصی داشته باشه، بهش چی میگیم؟ الان من بدنم سالم نیست، یه نقصی داره، بهم چی میگن؟ موش مرده. آقا موشو ولش کن. الان من یه نقصی دارم، بهم چی میگن؟ من الان دستم کار نمیکنه، بهم چی میگن؟ علی یا معلول. حالا دو تا روز کنار. موش معلول. آخه چرا موش معلول؟ حالا دیگه مشکل داره دیگه. یه جایی که کالا میبرن توش میارن لب آب، بهش چی میگن؟ بندر. آفرین. حالا یه بندری که خیلی معروفه. بندر عباس. نه یه ذره چیزتره. ایرانه. آره شبیه ساوه میمونه. بندر پاوه. نه بندر کاوه. بندر همین شبیه همین آوه است. داله. مثلا تایمر گذاشتم واسه خودم نذاشتم. بچه که به دنیا میاد چه چیزی به بدن مادرش وصله؟ بند ناف پاره. بچه بودیم یه بازی میکردیم، پامونو دراز میکردیم میزدیم به هم دیگه. متل تو طوله. وقتی که شب میرسه 28 شب وقتی که شب میرسه تقریبا چیه توه؟ تولد من جشن تولد اسپایدرمن. در قوری لب پوری در قوری بابا اردک تک اردک کیه؟ آره همون جایی که بار بندر گنابه. اتفاقا من خیلی خوب توضیح میدم. بهتر شما برام بنویسید کدوممون بهتر توضیح میدم. پس شما قاضی این بازی باشید. اونجایی که سمت شهران خودمون میرفتیم کجا بود؟ کوهسار. حالا خورشید میاد. غروب کوهسار. کجا میندازی؟ میگن بچه خیلی با یه عضوی از سوریه. دماغو بشمار 2 4 6 8 10 این اتفاق هر 100 سالی با مثل خسوف میمونه میفته. خب دست اول برابر باید خوب بگیره. تک بچه دماغ نه کسی دیگه بند ناف پاره کروکودیل مارمولک وحشی آموزگار دبیر دبستان بچه دماغ. اوی نمیتونم توضیح بدم. این تمام زمان من دارم میگم تو تازه فکر کنی چی بگی. نمیخواد. بی نه پرخیز کالا. یه کلمه باید بگی ولی پرخیز. اوکی. بندر گنوبه شهرام غروب کوهسار فلانی. چرا نه؟ نه بدخواهه نه خودت گفتی فلانی. آینده بی سرشت. آخه من نمیدونم اینو چی بگم توی کلمه. علی موش معلول 28 شهریور جشن تولد اسپایدرمن. تخم مرغ تخم بلدرچین بچه دماغو هیز چشرو بله؟ تجدید رفوزه. بودو دیگه خیلی لف بابا میدی. تموم اصلا شد دیگه. قصد داری علنا داری آخه داری نه دیگه برنده شدی دیگه. چی میگی برنده شدی؟ این آقا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 این دست مال توه. میخوام قول شغلی نزن. باشه بعد بگه تولد. 12 تایی؟ بله من تازه این دوتا هم 12 به دوتا مال من بود. این دوتا مال بخش پانتومی موش معلول رفوزه. خیلی سناریو رو از اول تحصیل یارو شروع کرد. خب بچه چی دماغو گلابی کرمون شناور کولر آبی اینو میخوری هپی میشی. ذهنم پرید. جشن تولد اسپایدرمن
تو تلویزیون، تو فیلمی، تو آدمی، تو داری ورزش میکنی. عمو پورنگ قبوله دیگه. بابا در قندون و لب قندون. آقا ولمون کن. بابا در قند برداشتی لبخند زدی میشه عمو پورنگ. آره دیگه اون خونده در قندون لب اشاره کردی بلا فاصله گفتم. این درخته. توت وحشی. کشه رو. جشن تولد اسپایدرمن. دیگه دوردست رو دارم نگاه میکنم. بدخواه. دوردست دارم نگاه لذت میبرم. غروب کوهسار و نباید با هر دهنت بگی. ناظمی مدرسه همین دبیر دبستان. کرم دندون. کرم شابوت. بی سرشت. زیر بغل مار. میذاره بندر گناوه. تو بردی بازم. جوریه حالا. تو چرا باید ببری؟ من اصلا چون من نمیفهمم. ساده. من اجازه میدم ببرم. من نمیخوام همچه لوزر باشم. شروع شد. بندراف نوزاد بچه لغت آخرش چی بود؟ لغت آخرش که در بیار خب بندراف پاره تمام شد. تو بردی 2 4 6 8 تو بردی 10 12. خب ممنونم بچه ها که تا این لحظه با ما بودین. حرف نزن. خب من هر چی بخوام میتونم انتخاب کنم دیگه. پیتزا، برگر، سوخاری، نمیدونم هر چی بخوام دیگه. خیلی عالیه. چقدر روز زیباییه. چقدر دوست داشتم نهار بریم بیرون. من دلم نمیخواد پوریا ببر. خیلی خوشحالم از این که همه منو میشناسن. من یه آدم بزرگمنش، یه آدم رؤوف، تردیدی نیست. و به خاطر همین اجازه میدم تو ببری. این هیچی از توانایی منو کم نمیکنه. من اجازه نمیدم شما توانایی من زیر سوال ببری. شما بزرگی، توانمندی، چنلت خیلی خوبه، آدم واسه ولی این بازی در واقع 4 نفر به بالاست. به خاطر متمم توضیح من بگم. در واقع ساختار اصلیش اینجوریه که من و تو باید یه گروه باشیم. بله. 2 نفر دیگه هم باشن، یه گروه باشن و این زمانی که ما میذاریم ما باید تو این چالش باشیم که تا این 1 دقیقه تموم نشده من سریع به تو توضیح بدم، تو به من سریع توضیح بدیم، ما لغت‌های بیشتری رو کسب بکنیم. بله. الان به نوعی ما داشتیم صادقانه بازی می‌کردیم وگرنه درست نبود، چون من میتونستم لفتش بدم که تو لغت‌های کمتری بگیری. بازی رو حتما با دوستان وقت بچه‌ها رو بیشتر از این. اگه من گشتم اوکی بابا فرار نکردم. من ناهارمو میخوام. میبرمت الان غذا بهت میدم. خوبه تازه صبحونه خوردیم. هنوز 4 ساعت از صبحونه‌مون نگذشته. شیرینی من که اصلا اهل شیرینی دادن و گرفتن نیستم، اینو همه میدونن. ولی این مزه یه لطف دیگه داره. بیان اینجا بیان بهم بگن. این یه لطف دیگه داره که ناهار پیروزی تو بری بخوری. بچه ازتون میخوام که چالش بعدی و بازی بعدی رو شما انتخاب کنین. لطفا تو کامنت ها برام بنویسید که بازی بعدی و چالش بعدیمون چی باشه. یه بازی هم انتخاب کنید که من برندش باشم. لطفا بنویسید. ویدیوهای بعدیمون رو قطعا از روی نظرات شما میسازیم. حتما همینطوره. خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو ما رو تماشا کردین. لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. بای بای. چیه؟ حتی 2 تا لیوان گذاشته. همشو خودت میخوای بخوری؟ منه؟ نه ابدا نمیشه. تو که نبردی که. من بردم. نه اصلا. بیا بازی کن. چالش بعدی برنده که شدی میتونی بیای بخوری. خیلی خوشمزه بود واقعا. خیلی خوشمزه بود واقعا. دارم میترکم. این 2 تاش برات.
سوالا رو اینکه سیر شدی داری میپری. یه سری سوالا رو درست جواب دادی، این دوتا رو بهت بده. میشه جواب